آفرین. من محمد حسین اسلامپناه هستم، متولد 1316 در کرمان. در سن 5-6 سالگی پدرم از دنیا رفت. او در همین دکان به شغل بزازی مشغول بود است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه من در مدارس شهاب، ایرانشهر، شاهپور، کرمان بود است. به سال آخر دبیرستان در هدف تهران به سال 1334 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شدم و از رشته مهندسی معدن و زمینشناسی فارغ التحصیل شدم و به کار دولتی مشغول گردیدم تا سال 1364 که بازنشسته شد و به این کار فعلی مشغول شد. علیرغم رشته فنی به مهندسی که انتخاب کردم، از جوانی علاقه‌ای به امور هنری، معماری، خطاطی و امثال هم داشتم. در این باب ذکر خاطره‌ای بی مناسبت نیست. اوایل ورودم به دانشکده فنی روزی در کتابخانه مشغول رونویسی ترجیبند معروف عاطف اصفهانی بودم که رئیس وقت کتابخانه وارد شد و وقتی متوجه امر شد به من اشاره کرد که فکر نمی کنی جای شما در این دانشکده نبود و اشاره به دانشکده مقابل دانشکده فنی نبود و منظورش دانشکده ادبیات و علوم انسانی بود. جوابی که به او دادم به خاطرم نیست. ذکر دو خاطره دیگر در این ایام برای من همیشه با تأسف و دریغ توأم بوده است. به مصداق تا توانستم ندانستم چه سود، چون که دانستم توانستم نبود. یکی این که یکی از درس‌های سال اول دانشکده فنی طراحی فنی و صنعتی بود. استادی داشتیم موقر و نورانی که بعد فهمیدم استاد اسماعیل آشتیانی شاگرد مرحوم کمال الملک است و تأسف خوردم که چرا اون زمان که میتوانستم از او استفاده شافی و وافی نبردم. تجلید این کتاب‌های قدیمی با تیماج و میشن بوده است که از بز و میش به دست می آمده است. این چرم‌های فعلی که ملاحظ می‌فرمایید دباغی شده با دست است در 50-60 سال قبل به وسیله دباغان کرمانی. من آنها را رنگ و چرب می نمایم به وسیله طریقه‌ای که به صحافی ضربی یا منگنه‌ای مرسوم است. به پشت آنها این طرح‌هایی را که روی مهرهای فلزی، چوبی، کلیشه‌ای و غیره پیاده شده‌اند به وسیله فشار و منگنه پیاده می‌نمایم. ادعای من کار هنری نیست، فقط امید دارم که بتوانم از یک سنتی فراموش شده تا حدودی
وضع زنده‌ای به وجود آورد و چشم ابناء زمان را به واحدی کوچک از مجموعه‌ای بزرگ که زمانی حرفی برای گفتن داشته است باز نماید. در خاتمه ذکر این مطلب ضروری است که من استاد عملی در صحافی سنتی نداشتم و استادان به اصطلاح نظری من همه صحافان بودند، مخصوصا صحافان سنتی مثل آقای رفوگران صحاف آستان قدس رهزری و در اوایل مرحوم حاج محمد حسین عتیقی و پسران و همچنین اشخاص و افراد متخصص به ذی‌فن در این امور که از محضر آنها استفاده وافی و شافی بردند، مثل استاد ایرج افشار یزدی و دکتر اصغر مهدوی و سایرین. همونطور که گفتم من قصد کار هنری ندارم، از بد حادثه به این کار پناه آوردم و چه کنم که همیشه میگویم که به قول شاعر به هر سر شربتی خوردم ز من بگذر که بد کردم، بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا.